سلام بچه، امروز قراره دومین ویدیو ما باشه. ما کی هستیم؟ اولین ویدیو که کال آف دیوتی، حالا پیشنهاد میدم بریم ببینید. بله. کسی فورد و اینکه بچه ما کی هستیم میگه ماها نظر ما از من سوال میپرسه، سوالات خودمون ما میپرسه من باید جواب بدم. فقط فقط بچه اگه دوربین یکم تکون میخوره واقعا ببخشید، من مجبورم فیلم بگیرم و پای دوربینمون خراب شده. اینجا نور پردازی داشت، اینجا افتاد، یعنی افتاد که نه، داریم یه جورایی جمعش می‌کنیم دیگه، میذاریم در کل. ویدیو بعدی انشالله تو اتاق دیدیم باشه. آره تو اتاق 100% اوکیه. الان قراره سوالاتو دیگه، بعد از سوالاتو من اتها بپرسم جوابشونو بدیم که اصلا دیگه یوتیوبمون در مورد چی و این تو چیزا دیگه. آره آقا برقا هم روشن کردیم دیگه، گفتیم آقا برقا روشن شه یکم ویدیو یه جوری هم میشد. آره آقا بریم دیگه، بریم سراغ سوال. اولی سوال، یوتیوب رو برای چی شروع کردی؟ اگه بچه هم کامنت بزنشن 100% اینو میگفتم، میگفتم یعنی سوالات. آره من راستی به عشق من آپاراتو داشتم، ولی من آپارات زیاد به دلم، حالا نمیگن به آپارات بده ولی به دلم نخورد. یوتیوبو گفتن ترجیح. اون اولا داخل آپارات ویدیو میذاشتی، بچه همه میگفتن چرا قبل دوربین نگاه نمی کنی. یه جدی میگم یه کامنت بود ولی بعدش یارو نمیدونم چی بود. آره حذف نمیدونم میشه یا نه، نمیدونم چطوری بود. کامنتی اصلا نبود، من فقط توی یه هفته دیدمش. یارو گفته بود که چرا به دوربین نگاه نمی اینا. حالا من دوربین نگاه میکنم. آره ترم دارم. نه دیگه آخه خیلی خجالتی بودم اول اون موقع. الان هم آخه نگاه نمی کنی، اگه دقت کنید تو کجا موقع ببین الان من دوربین نگاه میکنم ولی قبلا اصلا توجهی نداشتم. اوکی بریم سال بعدی. تو داخل این پیج چه ویدیوهایی قراره باشه؟ چه جوری ویدیوهایی؟ ولاگ، طنز کوتاه ویدیو یوتیوب. آره گیم و بازی گیم و کالاف و کالاف بچه اگه دوست داری هم کالاف توی کامنت ها برسی پارت 2 کالاف. آره کالاف هم میذاریم دیگه. خب سوال بعدی، تا کی قراره این پیج یوتیوب داشته باشی؟ از نظر من خیلی برام نمیدونم، این سخته. 3-4 سال بیشتر تا 10 سال یعنی یوتیوب خیلی قرار عمر داشته باشه. آره دیگه بچه فعلا بمونید. راه داره. خب سوال بعدی، من به جاد بودم گفتن چند سالته. آره راست میگه. چند سالته؟ خود اول بگو چند سالته. من نمیگم، نه تو هم بگی. داده من 13 سالمه. من راستشو بخوایم بچه ها چند سال؟ 10 سالم بود. 10 سالت الان؟ آره. اوکی. با این تولدی که گرفتی آره دقیقا میشه 10 سال، میشه 11 سال. نه میشه 10 سال تقریبا. اوکی سوال بعدی، چه موقعی ویدیو میذاری؟ مثلا چند روز در میون ویدیو میذاری؟ مثلا توی یه روز 3 تا یوم میذاری یا مثلا توی یه هفته 2 تا میذاری؟ یه هفته 3 تا. نمیدونم، البته بچه ها نمیتونم بهتون بگم، شاید یه هفته بعدی مثلا 10 تا بذارم، نمیدونم. این مسئله به خدا داره چی بذاره. خب داداش خسته نشدی؟ بده من داداش. خب میگه تو ویدیو قرار خرج کنی؟ چجوره؟ انشالله در آینده. یعنی چی در آینده؟ ببین بستگی داره اونم. احتمالاً زیاد خرج نکنم ولی زیاد هم خرج کنم، نمیدونم. نمیدونی؟ یهو شاید حدودی از 200 بگیر، از 200,000 تومن. آره نه از 1,000 تومن بگیر، نه 50,000 تومن بگیر تا
1,500,000 تا فعلا مثلا آره دیگه. تا فعلا بیشتر هم شاید بشه. اوکیه. که شما لایک و ساب کنید. خب اوکی. سوال های بعدی. اگه بزرگتر شدی یعنی تقریبا 8 سال دیگه که گواهینامه ماشینتو میگیری یا من 3 سال نه 5 سال دیگه گواهینامه ماشین و 3 سال دیگه گواهینامه موتور میگیرم، ویدیوهای دریفتی یا ماشین و موتور اینا میذاری تو پیجت؟ تو پیجم با تو یا با خودم فرق با هر نمیکنه. دو. آره میذاری؟ ولی ببین آره اوکی. الان که نمیشه، این سال مثلا برای الان نیست خب، ولی بعدن اگه حالا سوالای جنجالی داشتیم و اینه، یه نفر پرسید که در مورد درآمدت صحبت کن، چی واقعا درآمدتو میگی یا در موردش حرف نمیزنی؟ عشقم بچه میدم. میگی؟ مثلا میگی ماهی فلان. اوکی. ویدیوهای ماینکرافت چی؟ تا جایی که من میدونم کامیونیتی فارسی خیلی ویدیو ماینکرافت دوست داره. میذاری؟ 100%. همین الان بچه اگه این ویدیو رو به 5 تا لایک برسونید، 3 تا لایک برسونید، پس فردا ویدیو ویدیو ماینکرافت. البته نمیدونم چی داره این ویدیو رو میبینید، ولی سه شنبه بچه اینم دست من شنبه یه ویدیو ماینکرافت، یک شنبه یه ویدیو ماینکرافت، یعنی شنبه یه ویدیو ماینکرافت توی موبایل میگیریم با بهمانی میجه ماهان. سوال بعدی. آقا بگو که مثلا کیو، مثلا اینجوری آقا بگو اینیم کسی. چه یوتیوبی؟ آره اصلا برای چی کار یوتیوب شروع کردی؟ به پول نیاز نه راستش بخوایم دوست داشتم یه تجربه کنم. دوست داشتی کلا این کار رو از بچه؟ به عشق و علاقه هم بود. یعنی دوست داشتم بچه ها کامنت کنم انرژی میگرفتم. حالا نمیگم مثلا انرژی میگرفتم چون دارم پول در بیارم، ولی نه چون که واقعا دوست دارم بچه ها مثلا من دارن مثلا آره اوکی حمایت داری میشی. مثلا تایم زندگیشون رو میذارم برای اوکی. یا مثلا خب در مورد اینکه کلا کی هستی و من محمد ها حسن پور هستم. همون دوست. خب یعنی چی من یعنی مثلا دوست داری چه جور ویدیوهایی بذاری؟ پرنک قرار منو بکنی یا اول لو نمیدم اسپویل نمیکنم ولی میکنم. یعنی ایده داری تو ذهنت؟ پرنک آره هنوزم تو ذهنمه، انشالله توی این هفته انجام میشه. یا خدا داداش روی یه دونه عزیزترین چیزاش دیگه نه اسپویل نمیکنم. داری به من لو میدی؟ نه دیگه به من یا اول فرض. خب آقا این بود تا فعلا از اینجای ویدیو بچه‌ها. حالا ویدیو سوال جنجالی دیگه هم میذاریم 100%. ولی بچه‌ها اگه میخواین جنجال بذاریم خفن شه شما کامنت بنویسین برای ما. آره یعنی کامنت بزنید که آقا این سوالا رو بپرسین، مثلا سوال دیگه. آره مثلا درآمد چیه؟ حالا الان که نه ولی مثلا آره آقا مرسی که این ویدیو رو دیدید دیگه ویدیو دیگه یا شورت ویدیو یا ویدیو. خدافظ.